شیرین بکارم. حالا میخوام رهبر بشم و امام بشم و معجز کنم من. حالا میخوام آمریکای جهان خارم عاجز کنم من. رنگ و روم خوبه ماشاءالله زنده ام و من حالا حالا. رنگ و روم خوبه ماشاءالله زنده ام من حالا حالا. هر چقدر ناز کنی و ناز کنی باز هواخواه تویی. هر چقدر خون بریزی بنده درگاه تویی. اگر به ما چون میزنی خوب میزنی میزنی شیشه دلا رو میشکنی تیپا به امت میزنی. آقا کرم دوست دارم بمون هنوز کارت دارم. من از شما قاقا میخوام یه جا همون بالا میخوام. من از شما قاقا میخوام یک جا همون بالا میخوام. خوش به حالت که سوار همه اخشار شدی. آخر عمری عجب سخت گرفتار شدی. حالا دیگه قاقا میخوام اطاعت شما میخوام. آقا کرم بابا دوست دارم ای رهبرم تاج سرم. ظالم شدم و زیبا شدم من جانشین شاه شدم. ظالم شدم و زیبا شدم من جانشین شاه شدم. وای وای وای. اون وقت که از هند آمدم با ماشین بنز آمدم فقیر بودم و پولدار شدم. بعدش سوار کار شدم روی کتاب دلا بودم واسه خودم ملا بودم. مرگ من بگو این دست کجه کی میگه کجه؟ این پا کجه کی میگه کجه؟ اون وقت که تو عراق بودم با بختیا عیاق بودم. هی خوردم و هی خوابیدم نقشه های خوب کشیدم. مریض بودم و بهتر شدم آخوند بودم و رهبر شدم. مرگ من بگو این کار بده کی میگه بده؟ جان من بده کی میگه بده؟ اون وقت که در پاریس بودم دشمن انگلیس بودم. کلارک اومد به پیش من دستی کشید به ریش من. من اونو دیدم و پسندیدم اون منو دید و پسندیده. جان من بگو کلارک بده کی میگه بده؟ وایزر بده کی میگه بده؟ اون وقت که تهران اومدم شاد و غزل خوند اومدم ملت اومده به پیشوازم دیدش که من خیلی نازم. گفتم به خاطر ثواب کردم براتون انقلاب. این انقلاب جان من بده کی میگه بده؟ مرگ من بده کی میگه بده؟ حالا که تو جمارونم یه خورده این نامیزونم. اینقدر برات حرف میزنم تا خسته میشه دهنم. ای مرد و زن مستضعفین با هم به من جواب بدین. این صحبت ها جان من بده کی میگه بده؟ مرگ من بده کی میگه بده؟ حالا که میلنگ خرم انگار منم باید برم اما نمیدونم کجا کمک کنید. آهای بابا سوریه خوبه یا کره کدوم یکیشون بهتره. لبنان برم جان من بده کی میگه بده؟ مرگ من بده کی میگه بده؟ خیلی هم خوبه خیلی هم خوبه. خب حالا چی میشه؟ انگار به جای شیشه عمر دیو زدیم و شیشه غول علاءالدین رو شکستیم. حالا کی که غول رو بکنه تو شیشه اونم برای همیشه.
نترسین، بالاخره پیداش میشه. آقا جون شما چرا هنوز نخوابیدین؟ چرا بیداری؟ ولیکن خوابم نبرد، آمدم یک چرتی بزنم. خواب اون پسره بنی صدر معزول رو دیدم، بعدم خواب اون پسره قطزاده معدوم رو دیدم. حال مزاجیم به هم خورد، از جا پریدم. این آفتابه کجاست؟ آقا جون آفتابه بیرون دره، ولی شما بیرون نرینا. چرا؟ ترورتون میکنن. ولیکن غلط میکنن، تو دهنشان میزنم. من خودم یک پا ترورچی هستم، تمام خاورمیانه تو دست منه. ده ولیکن اهه. خب حالا بگیریم بخوابیم. نمیتونم بخوابم. چرا؟ واسه اینکه میترسم اگر چشمامو رو هم بذارم خب خدای نکرده توی خواب بمیرم. خدا نکنه هیچ کس زورش به شما نمیرسه، نه آمریکای جهانخوار بله. نه اسرائیل. خب بله. شما باید حالا زنده باشین آقا جون. خب 150 سال عمر کنید. معلومه. احمد آقا رو ولیعهد خب کنید، بله، این تاجگذاری کارم کنید. بله. خب حالا بگیریم بخوابیم. باشه. منم برم تو اتاق خودم بخوابم. آخه وای راهی امید تو. انگار صداها داره تو هم گره میخوره. زیر رگبار مسلسل بعضی شبا بعضی موجودات نامرئی توی کوچه پس کوچه ها روی دیوارا دارن تاریخ فردا رو می نویسن. گوش بدین، صدای پاش میاد.